شما را بپرسیدیم؟ نام من محمد نظر. فرمودید که در چه کارها مشغوله؟ ما در همین کارهای فرمزنای اول چه کار میکنید؟ این را تجهیز میکنیم جاهای مقصد پترو بمینیم. یک دسته دونا فتور برای بالا میره، یک دسته برای پایین میره. ما را سرگار ما همو سخیمش کشیدگی ما با همون سخیم قطعی کار میکنیم. سردار شما از کدام ملت ها است؟ سردار ما از ملت تاجیک است. از تاجیکستانی. شما را چند سال سال میشه که در همینجا کار کرده ایستی؟ من همین چند سال مقصد که هر جا در هر خیلی کار میکردم. لیکن در این ساحه خودم کار کردگی نبودم. یعنی که کار شما چی نام دارد؟ با تاجیکی قطعی خراچی میشود. خراچی. انا بعد امسال من درک حمیده را یافتم با همین عزیز قطعی اومدم. بعد اومدم امون روز اول که اینجا من پرسیدن که خیلی اگر مقصد کار کردنی باشه اینجا پگه میتونی که در کار ببروی. با همین طریق من پگه کار را سر کردم. بعد من فهمیدن که مقصد همون دفتر روشکار در بلای همون استانوک استادگی با همون رویه همون کار خطی مقصد که هر یکی کاری کردگی تا می نویسی در دفتره. در همین کارخونه شما چند نفر کار میکنید؟ در همین کارخونه ما زیاده از 10 نفر هستیم. یعنی که همه کار میکنن؟ نه، قریب 5 کس کار میکنن، قریب 5 کس دیگه با سوارکات کار میکنن. من دیدم که جوان‌ها هم مثل شما نشون داده استی و یا هم مثل یاد گرفتن. مقصد که ما حرکت داریم که همه ساحه را یاد بگیرن. یعنی که توکر شون، ها؟ توکر شون. مقصد که و آینده و یو میشون. همه قضیه کار پیش میروند. این برای همه کارهای کلانه که استانوک و مقصد راه نمیونده و کردشون نمیشود. در همه استانوک کلان ما یورا کارها را پیش برده میتونیم. آنا فرض کردیم برابند آسایی که از فور هستن اونها را چکار میکنید؟ اونها را جاهای پشی میشه، جاهای ریزمش از سفرکه مینن. ما او را تشکیل کرده شیفوف کرده مقصد جا بجای خوشه چغلی کرده میتونیم. بسیار خوب. سلامت باشید برادر گرامی. رحمت کلان هر با شما. حضور رحمت با شما برای کار. سلام علیکم. و علیکم السلام. نام شما چی است؟ نام عزت الله. عزت الله. شما یعنی که دوریدگر سوارشی که؟ بله. در باره همین آموختن همین سوارشی بودن خودتان یک کمی معلومات میدادید؟ ما اومدیم خیلی سوارکه یاد داده، نشان داده، شروع مایده خیلیش که یاد گرفتیم کم. بعد مدت چند وقت شما را نشان دادن؟ مدت یک قریب 1 سال. 1 سال نشان داده سوارکه را بعد یاد گرفتیم. بعد سوارکه رو برده اینستیتوت پرورکه کرده. کلان میخوای اجازه داده. بعد هم چیزی کلانه بعد برید کستیم. یعنی که شما در این چیزا کفالت میدی؟ یعنی که گارانتی میدی شما؟ بله 1 سال گارانتی میدیم. گارانتی میدیم 1 سال. سلام علیکم. علیکم سلام. خودتون رو معرفی میکردین؟ من شریف کرامت الله. از کجا میشه؟ از جمهوری تاجیکستان میشم.
یعنی که شما از تاجیکستان اومده در روسیه کار کرده ایستادید؟ البته. سوار چی کار میکنید؟ سوارشی بله. این چی است؟ اینها وال میباشن. پروازنوی وال این فورا میباشد. فورا کم است. مدت چند وقت است که شما در اینجا کار میکنید؟ مدت 6 ماه. 6 ماه. شما در تاجیکستان شاید همین دورتگری سوارچیکی رو خونده بودید یا کی؟ در تاجیکستان کار نکرده بودم. سوارچیکی. کارخانه کدام ملت است؟ از کجا میشود؟ راهبر کارخانه تاجیک میباشد. از جمهوری تاجیکستان میباشد. یعنی که شهروند تاجیکستان؟ شهروند تاجیکستان. یعنی که این کارخانه این راهبر گنرالی همین کارخانه شما تاجیک هستند؟ تاجیک است بله. شما رو در اینجا سوارچیکی را نشون دادن و شما اجازت میدین که این خیلی کارهای باز کلانتر رو کنید؟ باید 1 سال کار میکنیم بعد به این خیلی راهبر کارخانه گفت 1 سال کار میکنیم بعد کار میکنیم. باید که جوابگری دارد این کارها. مرد باید که هراسان نشود، مشکلی نیست که آسان نشود. من از برادر گرامی خواستم که مرا با این کارش کمی اجازه دید، من هم خواستم کنم، لیکن از دست من کمی بسیار نبرمد. خب به هر حال مقصد از این نوارها چی بود؟ از اینجا برمی آید که یعنی که برادران تاجیکی ما در همین روسیه فعالیت خود را به راه ماندن، یعنی که کارخانه‌های خرد و میانه کشودند و همه این برادران تاجیک آورده در همین جا تایید کار میکنن، همون کار رو به اونها نشان میدن. من از شما برادران تاجیک چی رو میخواستم که همین کارها رو خوبتر و بیشتر، هر که بسیاری از برادران همین با فهم تاجیک هستند که همین کارها رو میتوانند از دستشون میآید. یعنی که خوب میشد که چنین برادران هستند، البته هستند، نه اینکه یک همین کارخانه باشد بلکه دیگر کارخانه‌ها نیز هستند، کارخانه خانوادگی و دیگر، لیکن اینها کم هستند. در مجموع برای همین خلقیت تاجیک، ملت تاجیک ما که در همین شهرهای روسیه کار میکنند برای آنها بسیار مشکلی میآورد. چرا که زبان روسی را بسیاری ها چطوری که از صحبت‌های من معلوم شد برادران بسیارتر زبان روسی رو کم میدونند یا اینکه تنقیصی میکنند در دانستن زبان روسی، برای آنها بسیار مشکل است و چون برادران پیدا میشوند که آنها را هم زبان روسی را میآموزند، یعنی که برای آنها حتی بعضا دانستن زبان روسی هم اونقدر مهم نمیشود و آنها میتوانند که همین خوب در همین جا فعالیت خود را دوام دهند، کارها را بیاموزند. یعنی که معلوم شده صحبت‌های ما که همین برادران را هم با اینها هم کار می‌آموزند، هم معاش می‌دهند، هم خوراک و جای خوبشون را تامین می‌کنند. بسیار برادران ما می‌بینیم که در همین شهرهای روسیه آمده کار می‌کنند، برای آنها بسیار مشکلی می‌آورد، یعنی که آنها عذاب می‌کشند، جای کار نمی‌آورند، جای خوبشون بسیار مشکل است پیدا نمودنشون و خوب میشد که چنین کارخانه ها چنین برادران شیرمرد تاجیک بسیار میشدند و یعنی که همان را نشان میدادند که اینها همان پیروان و نبیرگانی نابغه های تاجیک، نبیرگانی ابو علی سینا و ابو ریحان بیرونی و سعدی شیرازی و حافظ شیرازی و دیگرش. ما با همان گفتن نمیتوانیم که یعنی که یک خودمون رو نشان دهیم که ما یک ملت بزرگ هستیم و ما چنین یک شخصانی آبرومندی داشتیم. ما داشتیم این خوب، ولی باید که حاضر هم داشته باشیم. چرا امروز نیست نباید. امروز با همین راهها با همین کارها میتوانند برادران ما آورده همون برادرانی که کمی در همین چیزها تنقیصی میکشند بیاموزند، آنها را به جای کار تامین کنند، به معاش خوب تامین کنند و
این یک دستگیری از جانب برادران تاجیک در روسیه است و ما از چنین شهروندان، از چنین برادران بسیار هم تشکر میکنیم که چنین یک عملهای خوب را اختیار کردند، پیش گرفتند. چنین یک کارخانه‌های خرد هم باشد کشادند و برادران تاجیک را صاحب کار کردند.